سلام دوستان، به کانال اسش مدیا خوش اومدید. امروز تو این ویدیو میخوام در مورد اتفاق عجیب و بی سابقه ای که توی مراسم اسکار اتفاق افتاده صحبت کنیم. خب قبل از هر چیزی یه ویدیو از مراسم اسکار در سال 2016 بهتون نشون میدم، چرا که در مراسم اسکار سال 2016 هیچ رنگین پوستی جز نامزدهای اسکار نبود. به همین دلیل بسیاری از بازیگران سیاه‌پوست شاغل در هالیوود از جمله ویل اسمیت و همسرش این مراسم رو تحریم کردن و نرفتن، که البته این تصمیم توسط مجری 88مین دوره از مراسم اسکار در سال 2016 یعنی کریس راک موردش آخرین مراسم اسکار یعنی در سال 2022 مجری برنامه یعنی کریس راک با جیدن اسمیت یعنی همسر ویل اسمیت درباره مدل موهاش که کاملا تراشیده شده بود شوخی میکنه و میگه امیدواره در فیلم جی آی جو 2 همسر ویل رو ببینه. کریس راک اشاره میکنه به فیلم و بازی دمی مور در دهه 80 که در مورد یک سرباز زن که موهاش کاملا تراشیده شده بود، که البته ویل اسمیت در ابتدا به این شوخی میخنده، اما همسرش یعنی جیدن که به دلیل بیماری آلوپسی مجبور به زدن موهاش شده بود از این شوخی خوشش نمیاد و لحظاتی بعد ویل اسمیت روی صحنه میره و سیلی محکمی به صورت کریس راک میزنه و بعد میشینه و فریاد میزنه که اسم زن من رو روی زبان کثیفت نیار. بریم با همین ویدیو رو ببینیم. That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Going to, okay? I could, okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. Okay. و حالا این تصمیم که کار ویل اسمیت درست بود اشتباه با خودتونه، که البته این مورد هم قابل ذکره که توی همین مراسم ویل اسمیت برای اولین بار برنده جایزه اسکار و همینطور بهترین بازیگر نقش اول مرد میشه و کریس راک در پشت صحنه از ویل اسمیت عذرخواهی میکنه و به گریه میفته، که این ویدیو رو هم با هم میبینیم. و در آخر ویل اسمیت که به خاطر بازی در نقش شاه ریچارد برنده این جایزه شده بود میگه عشق آدم رو مجبور میکنه کارهای دیوانه‌واری انجام بدید و خودش رو مثل نقش شاه ریچارد مدافع خانواده معرفی میکنه و به خاطر کارش از آکادمی اسکار عذرخواهی میکنه، ولی از کریس راک نه، که البته این کار ویل اسمیت فایده ای نداره و آکادمی اسکار در بیانیه اقدام ویل اسمیت رو محکوم میکنه و گفته که این کارش رو مورد بررسی قرار میده. به دنبال همین قضیه ویل اسمیت گفته که از کریس راک عذرخواهی میکنه. خب اینم از ویدیو امروز. اگه در این مورد اطلاعاتی دارید میتونید برام بنویسید و همینطور اگه نظری دارید توی بخش نظرات میتونید برام بنویسید و اگه از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و اگه از این سبک از ویدیو علاقه دارید میتونید کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید که ویدیو بعدی رو از دست ندید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.